سیستم سرنمایی محرک. هنگام کار محرک حرارت بلند حاصل می شود. سیلندر محرک تا یک چند هزار درجه سلسیوس تفسیش می خورد. برای آنکه حرارت را پس کنیم سیستم سرنمایی استفاده برده می شود. برای آنکه کار در محرک ناوچه های مخصوص ساخته شده اند که آنها را با مایع خنک کننده پر می کنند و این مایع به طرز مجبوری گرمی را از دیوارهای سیلندر می گیرد. سیستم سرنمایی محرک را دیده می برایم. اسخمه کار سیستم سرنمایی همه محرک ها با یکدیگر مانند می باشند. بغیر از بعض فرقیت های ناچیز فرق در آن است که در کجا ترموستات گذاشته می شود. ترموستات به واسطه در خود بلاک سیلندر جایگیر کرده می شود یا جای عوض شونده می باشد. موافق با آن قبرهای مایع گذران نیز جایگیر شوی گوناگون دارد. در این سخم ما می بینیم رادیاتور سیستم سرنمایی، ونتیلاتور، ترموستات، نساز آبکشنده، چلک علاوگی، رادیاتور سیستم گرمیدهی سالن، ونتیلاتور سیستم گرمیدهی سالن، داتچیک حرارتی. بیایید ببینیم که سیستم سرنمایی چخیل کار میکند. سیستم در دو رجه کار میکند تا حرارت کاری ترموستات و حرارت از آن بلند. حرارت کاری ترموستات تقریبا به 80 گرادوس برابر می باشد. هنگام حرارت پست مایع خنک کننده در داخل دور گردش خرد حرکت میکند. مایع گرم شده با این قبر به ترموستات جاری می شود. در اینجا سری مایع به دو قسم جدا می شود. یک قسم آن به رادیاتور گرمی دهنده سالن داده می شود. قسم دیگری سیله مایع به ترموستات می آید و از آن به دور خرد داده می شود. نساز آبکش مایع را به گردش می درآورد. وقتی که حرارت مایع از حرارت کاری ترموستات بلند می شود، کانال های داخلی ترموستات به کار درآمده مایع به این سمت حرکت می کند. مایع به سبب تقسیم کننده آماده از آن به یگان تغییر یک قسم آن به سمت رادیاتور گرمی دهنده سالن می رود. قسم دیگر آن به واسطه قبورچه ها به رادیاتور سیستم سرنمایی داده می شود. از رادیاتور مایع خنک شده به محرک برمیگردد. بیایید هر یک عنصر سیستم را مفصل دیده می برایم. رادیاتور از دو چلک در حالت زیرین از چلک راست و چپ عبارت می باشد. این دو چلک با نیچه های پیوست کرده شدند. در داخل این نیچه ها مایع گرم حرکت می کند. مایع خنک شده به چلک راست آمده از آن جای به چلک چپ می گذرد. در بعض محرک ها حرکت مایع برعکس می باشد. بین نیچه ها پلاستینک های تنوک فلزین گذاشته می شود که سطح گرمیدهی را زیاد می کند. مایع از این نیچه ها گذشته گرمی را به پلاستیک ها می دهد. پلاستیک ها باشد گرمی را به هوا می دهند. برای آنکه از مایع گرمی تستر گرفته شود در اینجا ونتیلاتور گذاشته می شود. برای تستر خنک نمودن این مایع ونتیلاتور این پلاستیک ها را با شمال خنک می کند. همین طریق رادیاتور برای تستر خنک کردن این مایع و دادن گرمی به هوا بین پلاستیک ها خدمت می کند. برای تیزانیدن خنکی ها مایع ونتیلاتور استفاده برده می شود. ونتیلاتور می تواند با قوه دهنده مکانیکی کار کند که آن قوه را از نورد زانودار محرک می گیرد یا ونتیلاتور با محرکی برقی کار کننده گذاشته می شود. در این رسم از یک نمود ونتیلاتور نشان داده شده است. ونتیلاتور مذکور برقی می باشد. شما در آن ناقل ها را می بینید که به واسطه این ناقل ها ونتیلاتور اداره کرده می شود. بالهای ونتیلاتور دور زده سیل هوا حاصل می کند که آن پلاستینک های رادیاتور را خنک می کند. دیگر عنصر سیستم این ترموستات می باشد. ترموستات یکی از عنصرهای مهم سیستم سرنمایی می باشد. در داخل ترموستات دو کلاپن موجود می باشد که بین خود پیوست کرده شده‌اند. در حالت مذکور این قبورچه با این قبورچه پیوست می باشد تا حرارت به کار آماده شوی ترموستات به این جا داده می شود و با این سوراخی به این سمت می رود. وقتی که حرارت مایع خنک کننده از حرارت کاری ترموستات زیاد می شود این کلاپن ها حالت جایگیر شوی خود را عوض می کنند. این کلاپن به بالا جای عوض کرده این راه را می بندد و راه پایان گشوده می شود. مایع با این سوراخی به اینجا گذشته می رود. وقتی که حرارت مایع خنک کننده از حرارت کاری ترموستات زیاد می شود این کلاپن ها حالت جایگیر شوی خود را عوض می کنند. این کلاپن به بالا جای عوض کرده این راه را می بندد و راه پایانی گشوده می شود. مایع با این سوراخی به اینجا گذشته می رود. دیگر عنصرهای سیستم سرنمایی محرک این نساز آبکش می باشد. نساز آبکش با این قسم هموار و بلاک سیلندر گذاشته می شود. این قسم در داخل محرک می ایستد. این قسم باشد بیرون از محرک جایگیر کرده می شود. با
با واسطه این چرخ دنداندار بر اساس آبکشنده حرکت داده می شود. با گذارش تسمگی به این شسترنه حرکت در زننده داده می شود. چرخ دنداندار با واسطه نورد حرکت را به بالهای نساج می دهد. بالهای نساج یک توربین می باشد. آن به این منطقه مایع داده شده در مرکز بالایی پسشوی فشار به وجود می آید و در این منطقه ها باشد برعکس فشار بلند می شود. مایع در زیر فشار مجبوراً به این سمت حرکت می کند. به منطقه پسشوی فشار مایع فرو کشیده شده، مایع خنک کننده با بالچه ها به داخل این منطقه پرتافته می شود. همین طریق مایع خنک کننده در داخل سیستم سرنمایی محرک دور می زند. در رسم ظرف ذخیروی را می بینیم. چلکچه ذخیره کننده از پلاستماس تیار کرده می شود. کنسترکتورهای ظرف در آن دو نوشته‌جات نشانه رخت گذاشته‌اند. سطح ماکسیمالی مایع خنک کننده و سطح مینیمالی آن. اگر چنین نوشته‌جات نباشد در سطح چلک نشانه رخت‌ها گذاشته می شوند. در اینجا شما خط را با نوشته‌جات می بینید. ماکس. در پایان ظرف نیز خط و نوشته‌جات مینیمالی را می‌بینید. برای آنکه ما دانیم که سطح مایع ماکسیمالی یا مینیمالی است وابسته به طلبات دستور آید به استفاده برای اتومبیل ما می‌توانیم سطح مایع خنک کننده را معین نماییم. در این رسم شما گرمی دهنده را می‌بینید. در این رسم باشد دو داتچیک حرارتی را می‌بینید. در اتومبیل دو نمود داتچیک‌ها استفاده می‌شوند. این داتچیک کانتاکتیکی تنظیم کننده حرارت میباشد. در داخل داتچیک کانتاکت ها موجود میباشد. هنگام حرارت 85 گرادوس کانتاکت ها با هم پیوست شده شبکه جریان را وصل میکنند که ونتیلاتور سیستم سردنمایی را با کار آماده می کند. دیگر نمود داتچیک این رزیستوری می باشد. در داخل داتچیک مذکور عنصر حرارتی موجود است که با تاثیر حرارت مقاومتش را عوض می کند. عادتا کانتاکت های داتچیک با بلاک اداره کنی الکترونی پیوست کرده شدند و با آن اخبارات آید به مایع خنک کننده را می دهند. از آن فرمان بر ریل داده شده از ریل به ونتیلاتور سیستم سردنمایی داده می شود. در این رسم سرپوش چلک ذخیره کننده را با کلاپن می بینید. کلاپن هنگام بلند شدن فشار در داخل چلک ذخیره کننده گشوده شده فشار اضافه را به بیرون و به فضا می برآورد. هنگام خنک شدن محرک در سیستم پسشوی فشار به وجود می آید که کلاپن گشوده شده هوای بیرون را به داخل ظرف وارد می کند. هنگام تنظیم نمودن سطح مایع در چلک ذخیره کننده هوا به سیستم داخل نمی شود. در رسم سه نمود سرپوش چلک ذخیره کننده نشان داده شده است. در اینجا کلاپن سرپوش از فلز ساخته شده است. در اینجا باشد از جزهای پلاستماسی چون که کلاپن در بچاک رادیاتور جایگیر کرده می شود. در اینجا سرپوش با کلاپن برای رادیاتور نشان داده شده است. وابسته از آن که در سیستم چلک ذخیره کننده موجود می باشد نیچه چلک ذخیره کننده و این پتروبکا وصل کرده می شود. این کلاپن فشار را در داخل سیستم تنظیم می کند. ما با شما با سیستم سردنمایی محرک با کار رادیاتور، ونتیلاتور، ترموستات، کار نساج آبکش با داتچیک های حرارتی که اخبارات را به بلاک اداره کنی الکترونی روان می کند شناس شدیم. این چنین فهمیدیم که سیستم سردنمایی در دو رجه کار می کند. رجه یکم وقتی که حرارت مایع خنک کننده از حرارت کاری ترموستات پس می باشد. در حالت جایگیر شوی کلاپن های ترموستات مایع خنک کننده با دور خرد حرکت می کند. نوابسته از حالت حرارت مایع خنک کننده به سمت رادیاتور گرمی دهنده سالن حرکت می کند. رجه دوم وقتی که حرارت مایع خنک کننده از حرارت کاری ترموستات بلند می باشد. در این رجه سیل مایع خنک کننده به سمت دور کلان حرکت می کند. وقتی که حرارت مایع خنک کننده بلند می شود حجم مایع نیز کلان می شود. حجم مایع اضافه از چلک ذخیره کننده داده می شود. چلک ذخیره کننده با سرپوش مخصوص محکم کرده شده است. در داخل سرپوش کلاپن موجود می باشد. وقتی که حرارت مایع خنک کننده بلند می شود در چلک ذخیره کننده حجم مایع زیاد می شود. کلاپن گشوده شده فشار اضافه را به بیرون می برآورد. هنگام خنک شوی محرک حجم مایع کم می شود. جایهای خالی شده مایع از حساب مایع چلک ذخیره کننده پر کرده می شوند. از این سبب سطح مایع در چلک ذخیره کننده پس می فرآید. آن باید در بین سطح ماکسیمالی و مینیمالی
جایگیر شود. ما باید این سطح را در وقت خدمترسانی اتومبیل با استفاده بری آن نظارت کنیم. از سبب آنکه در سیستم فشار اتمسفری نگاه داشته می شود، حرارت جوشش توسول تا 120 گرادوس بلند می شود و هنگام نگاه داشتن حرارت کاری تخمینا 100 گرادوس مایع کاری نمی جوشد. این رژه معتدل کاری سیستم سرنمایی می باشد. با من دائما سوال می دهند که توسول از آنتیفیز چی فرق دارد؟ مفهوم توسول این اشاره سودایی مایع خنک کننده یخنک کننده می باشد که در دوره حکومت شوروی استحصال کرده می شد. آنتیفریز باشد این نام مایع های می باشند که هنگام حرارت های پست یخبند نمی شوند. تا سال 40 و تا سال 65 را جدا می کنیم. این عددها که در تمغه مایع اشاره شدند حرارت ابتدایی کریستالیزاسیوی مایع را نشان می دهند. تا سال 40 در حرارت 40 گرادوس یخ می کند. تا سال 65 باشد در حرارت 65 گرادوس یخبند نمی شود. رنگ های گوناگون مایع خنک کننده برای فرق کردن و دیدن جای های جاری شوی آنها از سوراخی ها می باشد. در اتومبیل مایع گوناگون تکنیکی استفاده می شود و بعضا هنگام جاری شوی آنها از سوراخی ها آنها را فرق کردن دشوار می شود. اگر مایع خنک کننده رنگ کرده شده باشد آنگاه معاینه کنی آن آسان می شود.